حالتون عالی باشه شما دوستان عزیز ایردراپینو و اینکه اومدیم با یه ویدیوی دیگه. حتما لایک و کامنت و سابسکرایب رو بزنید و یادتون نره حتما عضو چنل تلگرامی ما باشید که خبرهای مهمی از ایردراپ ها میذاریم. خب این دفعه اومدیم با قیمت احتمالی و کارهایی که ناتپیکسل توی مدت انجام داده و قرار در آینده چی براش پیش بیاد رو با همدیگه بررسی بکنیم. بازی ناتپیکسل چیه؟ اول از همه بخوایم اینو بدونیم میگیم که ناتپیکسل یه بوم نقاشی دیجیتال توی ابعاد 1000 در 1000 پیکسل بود که هر کاربر تلگرام یه سری تغییرات، یه سری رنگ‌ها رو انجام میدادش. خب و یه آثار هنری خلق می‌کرد که این آخری‌ها یه طور شده بودش که یک سری گروه‌ها، یک سری اسکوادا درست می‌کردن و با هم دیگه برنده می‌شدن و در آخر هم یک سری گروه‌ها این وسط برنده شدن. خب اما اینجا چیزی که مهم بودش، ما میرسیم به این که این ایردراپ چی شدش. این ایردراپ به تازگی تموم شد، یعنی 10 تا راند داشتش. بعد از اینکه حالا هر کسی یه طرحی رو برای خودش رنگ کرد، اومدن اسکوادا رو که تشکیل دادن، 10 تا راند برگزار شد که این 10 تا راند یک سریا بازنده بودن، یک سری از افراد هم برنده بودن و باید بگم که توکن ناتپیکسل شامل کسایی میشه که بالای 100,000 داشته باشن و کسایی که نداشته باشن این رو اگر اون نسخه بتاش رو بازی کرده باشن و حالا پیکسلاشون بالای 70-80 باشه 20,000 پیکسل بهشون داده که با اونا میتونن به 100,000 برسن و امکانی رو داره که حالا شاملش بشن. خب همونطور که گفتیم پاداش نفرات برتر غالب بازنده فینال مسابقات ناتپیکسل در طرح برنده که همون دیکتاتور بود به حساب کاربران برترش واریز شدش و بعد از اون همونطور که گفتم پاداش نسخه بتا به حساب کاربرانی که در اون نسخه فعالیت داشتن واریز شدش که 20,000 توکن پیکسی بود. خب ناتپیکسل اعلام کرده توزیع و لیستینگ این پروژه در اواخر دسامبر یا اوایل ژانویه سال جدید میلادی، همون میشه 10 تا 15 دی ماه، و اعلام کرده برای تاریخ دقیق باید با صرافی به نتیجه برسه و از کاربرا خواسته که صبور باشن و در حال حاضر در حال گفتگو با صرافی مختلفه. پس این حالا احتمالیه و گفته که 10 تا 15 دی به احتمال زیاد بتونه لیست بشه. همچنان در مورد توکن پروژه در صرافی‌های درجه گفته که با توجه به سابقه نات کوین توی این امر دور از انتظار نیستش و هدف تیم سازنده اینه که با صرافی‌های طراز اول جهان بتونه معاملات انجام بده که خب طراز اول‌ها رو دقیقا خودتون میدونن کدوم هست. در مورد معاملات پیش فروش هم گفته که این امکان احتمالاً وجود نداشته باشه، البته که فعلا در حد یه صحبته و اطلاعات دقیقی نیومده بیرون. و همونطور که گفتم مدیران پروژه گفتن کاربرایی که 80,000 پیکسل و یا بیشتر دارن ممکنه در صورتی که قبلا عضو نسخه بتای پروژه بودن با پاداشهای روبرو بشن و به هدف 100,000 پیکسل و واجد شرایط بودن برسن. تاکید میکنم 100,000 پیکسل یعنی واجد شرایط بودن و اینطوری نیستش که بگیم که قراره که حالا یک پول خیلی خوب باشه. این داره میگه شما برای اینکه واجد شرایط بشید 100,000 پیکسل میرسه و هنوز حالا قیمت خاص و یا چیز خاصی نگفته، اما یک قیمت احتمالی گفته اینجا که حالا یک سری از افراد اومدن حدس زدن و همچنان من همین اولش تاکید میکنم همونطور که برای پاوز ما تاکید کردیم این قیمت ها کاملا احتمالیه، هنوز مشخصات و جزئیات دقیقی بیرون نیومده و اینا فقط در حد احتمالاته. قیمت احتمال ناتپیکسل به چند تا مورد کلیدی بستگی داره که در اونها برای پیش بینی و برآورد استفاده میشه. تحلیلگرها اومدن حدس زدن و قیمت اولیه توکن ناتپیکسل رو بین 0.6 سنت و یا 0.7 سنت گفتن و این قیمت نشون دهنده حمایت قوی جامعه و کاربران بازی ناتپیکسله، چون با افزایش تقاضا قیمت به طور طبیعی افزایش پیدا میکنه و با توجه به پایگاه کاربران ناتپیکسل و همچنین کاربران
خبران قبلی که از نات کوین اومده بودن احتمالاً این ارز با حجم معامله قابل قبول ارائه بشه، یعنی حجم توزیعش بتونه برابری بکنه با حجم تقاضاش و همچنین نباید اثر مستقیم فعالیت این جامعه رو توی نوسان قیمت فراموش بکنیم. چون ببین الان مثلا مانیداکس اومد عقب انداختش و گفتش که وضعیت جامعه خوب نیستش، پس من لیستینگم عقب میندازم. این هم اومده تاکید کرد روی این که حتما اون وضعیتی که این دور ارزها دارن و بازار ما نوسان‌هایی که داره اونها رو بتونید حالا درک بکنید و قیمت تغییر میکنه. امیدوارم که مطلب کامل رسیده باشه و همچنان هم تاکید میکنم که این قیمت ها کاملا احتمالیه، جزئیات زیادی بیرون نیومده به غیر از این چند تا موردی که گفتم و هر سوالی که داشتید حتما میتونید در گپ ایردراپ اینو مطرح بکنید و حتما کانال ما رو دنبال بکنید.